يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. آرزوی هر انسانی هست که مراتب بزرگ رحمت الهی رو به دست بیاره. آرزوی هر انسانی هست که بتونه در راه خدا جهاد بکنه. جهاد در راه خدا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از بالاترین و مصدر عز و شرافت و کرامت دین حساب میکنه. ذروت و سنام الاسلام، ذروت و سنام الاسلام هست که در اون شما دینت رو حفظ میکنی، در اون کشورهای اسلامی رو، اون ملتهای مسلمون رو در امن و امان نگه میداری، از گزند دشمنها جامعه رو حفظ میکنی، در پرتو جهاد انسانیت حفظ میشه، خونریزی قطع میشه، چپاول به حقوق مردم کم میشه، ناموس و غیرت ملت ها به تاراج ددان نمیره. واسه همین هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی کسی اومد که گفت که یا رسول الله یک کاری به من یاد بده که در سطح جهاد باشه، من اجر جهاد رو به یا مثلا همسنگ جهاد باشه. فرمودن هیچ همچین چیزی رو من سراغ ندارم. آیا میتونی از اون لحظه ای که مجاهد میره برای جهاد در راه خدا تو هم بشینی تو مسجد و یک سرریز نماز بخونی و از اون لحظه ای که اون رفت برای جهاد تا برمیگرده مداوم در روزه باشی و هیچ لحظه ای رو نه از روزت بیای بیرون نه از نمازت غافل بشی؟ گفت که یا رسول الله چه کسی میتونه همچین کاری رو انجام بده؟ یعنی این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به این اشاره دارن که مجاهد از لمحه لمحه یه زندگیش اجر است و در عبادت هست و فرمودند که مثل المجاهد فی سبیل الله، مثال یک انسانی که در راه خدا برای جهاد در راه خدا بیرون میشه مثل روزداری هست که تمام وقتش مشغول تلاوت آیات قرآن هست و لحظه ای از قرآن و تلاوت قرآن دست نمیکشه، لحظه ای از روزه درس نمیکشه، لحظه ای از نماز دست نمیکشه تا وقتی که اون مجاهد برگرده. یعنی این مجاهد تمام این مراحلی که طی میکنه، تمام رفت و آمدش، تمام حرکاتش در واقع در عبادت هست. و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که چه کاری برتر هست، بهترین کار چه هست، بهترین اجر و بزرگترین عمل چه هست؟ فرمودند ایمان آوردن به خدا و رسولش. گفتند سپس بعد از ایمان چه چیزی مرتبه بالا رو داره؟ فرمودند الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا. و همچنین فرمودند که یک لمحه‌ای شما صبحگاه یا شامگاه در مسیر جهاد حرکت بکنید، برای جهاد حرکت کنید، یک لمحه و یک حرکت صبحگاه یا شامگاه این خیر من الدنیا و ما فیها، از هر آنچه در دنیا و هست و از دنیا و هر آنچه در اون هست بهتر هست. و می‌فرمودند که الجنة تحت ظلال السیوف، بهشت تحت زیر سایه شمشیران هست. این شمشیرانی که از هیبت اسلام و از سرزمین های مسلمان ها و از امنیت مسلمان ها دفاع می کنند. و همچنین فرمودند که هرگز در جوف یک انسان، در شکم انسان، خاک گرد و خاک اون اسبه هایی که چارنل میتزند یا پای مجاهدی که میره، گرد و خاکی که در مسیر جهاد در انسان وارد میشه، تو خیشومش میره، تو جسمش میره، هرگز تو این جسمی که گرد و خاک جهاد رفته آتش جهنم نمیره. این عرض و پاداش بسیار بزرگ جهاد در راه خداست. اما خب همه توانمندی این رو ندارند که به جهاد در راه خدا برند. بله اون مکانت و هیبت و عزت و کرامت جهاد و مجاهد رو شاید هیچ کسی به دست نیاره، اما اون اجر
اون اجر رو ما از باری تعالی یکتا میتونیم درخواست بکنیم. یعنی میتونیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پوینت های خاصی رو به ما داده، موارد خاصی رو برای ما ذکر کرده که اگر ما اونها رو انجام بدیم میتونیم در همون سطح مجاهد، یعنی همون اجری رو که یک مجاهد دریافت میکنه، ما به مثابه اون، به اندازه اون اجر و پاداش از جانب خدا کسب کنیم، گرچه که هیچ چیزی باز اون هیبت و مکانت و جایگاه مجاهد رو به دست نمیاره. یعنی جای جهاد در جای خودش هست، اما موارد دیگری رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما ذکر میکنن که اونها اجر پاداش زیادی رو برای میاره، به اندازه اجری که یک مجاهد به دست میاره، نه به اندازه منزلت و فضیلت جهاد. یکی از این موارد جهاد با مال و ثروت هست. همونطوری که با نفس نفیس انسان در راه خداوند به جهاد میاد، با مال و ثروتش هم میاد و میبینیم که خداوند متعال این برای این نوع جهاد در راه خدا، یعنی جهاد با مال و ثروت رو برای ما چیزی ملموسی بکنه، میبینیم که در قرآن کریم میاد وجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اونهایی که جهاد کردن با مالهایشان و با جانهایشان. و همچنین میفرماید فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خداوند متعال اونهایی که با مالهایشان جهاد کردند و اونهایی که با نفس نفیسشان جهاد کردند، اونها رو بر دیگران، بر اونهایی که نشستند و جهاد نکردند، فضیلت و درجه اونها بالاتر هست. جهاد با مال رو خداوند متعال بر جهاد بر نفس در رتبه ذکر در آیه اول آورده تا ما این رو هم ملاحظه بکنیم، در حالی که نفس بالاترین چیزی هست، جان بالاترین چیزی هست که انسان در اختیار داره. میتونه انسان مال و ثروتش رو به راحتی بده، اما جانش رو هرگز. پس این جانی رو که انسان میده مرتبهش بالاست، اما مال هم میتونید با انفاق در راه خدا درجه مجاهد رو به دست بیارید. چطور انفاق بکنیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من جهز غازیا فقد غزا، کسی که خرج و مخارج یک مجاهدی رو بر عهده میگیره، یا من خلف غازیا فی اهله فقد غزا، کسی که مخارج و هزینه یک مجاهدی وقتی که رفت خود مجاهد رو هزینهش رو به عهده میگیره، یا هزینه و نیاز خانواده مجاهد رو برطرف میکنه. اونی که هزینه و مخارج خانواده مجاهد رو برطرف میکنه انگار که اجر جهاد بهش میرسه، و اون که انگار که جهاد کرده، و اونی که خرج و مخارج خود مجاهد رو بر عهده میگیره اون هم انگار که جهاد کرده. یعنی وقتی که یک کسی مجبور میشه به هجرت میره، وقتی یک کسی در مقابل ظالم طاغوت می ایسته و از حرمات اسلام و از حیثیت اسلام و دین اسلام دفاع میکنه و ظالم اون رو به زندان میندازه. الان این زندانی مخارجی رو داره، ما عزیزانی داشتیم که در زندان بودن، حتی در زیر شکنجه وقتی که به سراغ پای دستشون میشکست، چشمشون آسیب میدید، بعد عملش میکردن، خرجش از اون هزینهش رو از خود همین زندانی میگرفتن. وقتی که شما میایید این زندانی و این مجاهد که در راه خدا جهاد کرده و به این روز افتاده، خرج اون رو به عهده میگیرید، یا خرج خانوادهش رو به عهده میگیرید، یا یک عزیزی در راه خدا مجبور شده که خانه کاشانش رو بذاره و هجرت بکنه در راه خدا، شما هزینه اون رو بر عهده میگیرید، هزینه خانوادهش رو به عهده میگیرید، در واقع همین اجر جهاد رو به دست میارید. عثمان رضی الله عنه وقتی که اومد و جیش العسره رو، تمام هزینه یک لشکر رو به عهده گرفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عثمان بشارت بهشت داد و فرمودند ما ضر عثمان بعد اليوم شیء، هیچ چیزی بعد از این جانفشانی و این جهادی که عثمان کرده هیچ چیزی به عثمان ضرر نخواهد داد و اون در پیشگاه خداوند متعال از مقبولین هست. پس جهاد با مال. جهاد یک شیوه دیگه جهادی هم که هست که اجر و پاداشش هم سنگ با جهاد در راه خدا هست، جهاد با زبان هست. جهاد با زبان چیه؟ یعنی دعوت به سوی خدا،
یعنی هدایت مردمان و تلاش برای هدایت جامعه. یعنی این شبهه ها و چرندیات و شایعاتی که بر علیه اسلام و تعالیم و ارزش های اسلام دشمنان میبافند، اینها رو حیثیتشون رو برملا کردن و چهره از واقعیت اونها برداشتن. و خداوند متعال به پیامبرش میگه و جاهدهم به جهادا کبیرا، با این قرآن کریم با این کافران در بیفت. یا وقتی که شما میایید یک شعری رو در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و در تعریف اسلام و در دعوت اسلامی میگید، وقتی میایید یه سرودی رو در این زمینه میسازید، وقتی میایید یه فیلمی رو در این زمینه میسازید، و یا وقتی میایید که برنامه‌های دعوت توحیدی رو برای مردم تقدیم میکنید، همه اینها شیوه هایی از جهاد با زبان هست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مجاهد بزرگ حسان ابن ثابت شاعر رو که در واقع رسانه بود، یعنی جهاد رسانه، جهاد زبان هست، بهش میگفت ان روح القدس لا یزال یعیدک ما نفحت عن الله و رسوله. ای حسان، فرشته ما، فرشته الله جبریل علیه السلام، تا زمانی که تو از خدا و رسولش دفاع میکنی همراه تو هست و تو رو همراهی میکنه. و به ابن رواحه میگفت فوالذی نفسی بیده لکلامه اشد علیهم من وقع النبل. به ابن رواحه شاعر اسلام میگفت که به خدا سوگند، پیامبر میفرمود به خدا سوگند که تأثیر سخنان ابن رواحه بر این ظالمان و بر این مشرکان از تیر هم والاتره. یعنی احیانا جهاد با زبان از اثرش از جهاد فی سبیل الله، یعنی از برداشتن سلاح و مقابله و مواجهه دشمن بیشتره. و امروزه این رو ما به وضوح میبینیم که چه بسا تأثیر رسانه از تأثیر ارتش ها بالاتر هست. و مورد دیگه ای که ما رو میتونه به اجر یک مجاهدی و همسنگ با مجاهد به ما عزر برسه، کمک به و رسیدن به زنهای مطلقه و مسکینان و ناداران هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید الساعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او القائم اللیل والصائم النهار. کسی که در پی حل مشکلات زنهای بیوه مسکینان هست، یه زنی هست بیوه شده، شوهرش مرده، شوهرش طلاقش داده، الان زن یک موجود به صلاح در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی هست، این فشار و ضعیف هست، این فشاری که روش میاد توی جامعه تک تنها این فشار رو تحمل کردن بسیار مشکل هست. جامعه کجاست؟ اطرافیان کجان؟ اونایی که از وضع حال این زن خبر دارند، اونایی که از وضع حال این خانواده خبر دارند، یا خانواده‌ای که شوهر معتادی دارند، شوهر بیکاری دارند، مسکین هستند، نادار هستند، ناتوان هستند، اینها رسیدن به اینها. و خب شما اگر دارید کمکشون میکنید، ندارید دیگران رو تشویق میکنید، اطلاع میدید که همچنین موردی هست و بهش برسید و از دیگران کمک میگیرید، به هر سو تلاش میکنید، از سعی تلاش میکنه برای حل مشکلات زنهای بیوه و خانواده ها و افراد نادار و مسکین. این افرادی که چنین تلاش میکنن و درد جامعه رو دارند حس میکنن، اینها چون مجاهد در راه خدا هستند و چون کسانی هستند که تمام شب رو به نماز و عبادت مشغولند و تمام روزها رو روزه میگیرند. اون مجاهد داره از حریم کشور اسلامی و از حریم جامعه اسلامی دفاع میکنه. و اما در داخل جامعه حرمت‌های دیگه‌ای هست که شاید آسیب پذیر باشه و این همین افراد مسکین و نادار هستند. مورد دیگه‌ای که به ما کمک میکنه تا ما اجر مجاهد فی سبیل الله رو به دست بیاریم، بر الوالدین هست، رسیدگی کردن به پدر و مادر. کسی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اجازه خواست که یا رسول الله من اومدم، به من اجازه بدید که در راه خداوند برم به جهاد. فرمودن احی والدیک، آیا پدر و مادرت احی والدک، پدر و مادرت زنده اند؟ فرمودن بله. قال ففیهما فجاهد، برو جهاد تو در رسیدگی به پدر و مادرت هست، در خوشحال نگه داشتن اونهایی که تمام عمرشون رو
فدا کردن برای تو، الان نیاز به کمک و یاری تو دارن. الان تو در کنار اونها باش، اونها رو شاد کن. بر الوالدین، باز میگم بر الوالدین عبارت از فقط خورد و خوراک و خدمات پدر مادر نیست. باید اونها رو شاد کنید، باید اونها رو کاری بکنید که همیشه شاداب باشند و احساس بکنند که در این زندگی وجود دارند و وجودشون سربار زندگی نیست، احساس بکنند که دارن خدمتی به جامعه میکنند. باید این فضا رو براشون ایجاد کنیم. یکی دیگر از مواردی که ما میتونیم اجر مجاهد در راه خدا رو بگیریم، اون فرصت هایی است که خداوند متعال در اختیار ما گذاشته. 10 روز اول ماه ذوالحجه از این ایام مبارکی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هیچ روزهایی نیست که عمل صالح و کار نیکو در نزد خداوند متعال اینقدر با ارزش باشه که این 10 روز اول ذوالحجه. گفتند یا رسول الله حتی این عمل صالح و کار نیکو در این روزها ارزشش از جهاد فی سبیل الله هم بالاتر؟ فرمودند بله، مگر اون مجاهدی که با مال و ثروت و جان نفس نفیسش به جهاد میره و در راه خدا شهید میشه، هم مالش از میره و هم جام شهادت رو سر میکشه. اون مجاهدی که هم مالش رو در راه خدا قربان کرده، هم جانش رو در راه خدا قربان کرده، رفته و هیچ برنگشته، اون فضیلت و مکانتش بیشتر هست. اما عموم جهاد یا عموم این 10 روز و کار صالح و عمل نیک در این 10 روز انجام دادن حتی از جهاد فی سبیل الله هم بالاتر هست. و یک مورد دیگه هم که اجر جهاد در راه خدا رو میتونه برای ما کسب کنه، برای انسانهای ناتوان، انسانهای ترسو و ناتوان که توان رفتن به جهاد رو ندارن. هر کسی جرأت رفتن به جهاد رو نداره. فردی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفتن همینجور صراحتاً، گفتن یا رسول الله من آدم ترسویی هم هستم، با آدم ضعیفی هم هستم، توانی چیزی قدرتی هم ندارم و میخوام اجر جهاد رو به دست بیارم، خب چیکار کنم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن به سوی جهادی که در اون نیزه و شمشیر نیست، یعنی حج در راه خدا. و همچنین خانم ها جهادشون حج در راه خداست. و ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمودند که یا رسول الله ما میدونیم که بالاترین و بزرگترین عبادت جهاد در راه خداست، آیا ما اجازه نداریم که بریم برای جهاد؟ فرمودن نه، لکن افضل الجهاد حج مبرور، برای شما بهترین جهاد حج مورد قبول درگاه الهی است. اگر بتونید حجی بکنید و حج صادقانه ای که خداوند متعال از شما قبولش بکنه، این به مثابه جهاد در راه خداست. و همچنین افرادی که اجر جهاد رو میتونن به دست بیارن، اونهایی هستند که میرن صدقات و خیرات مردمی که صدقه خیرات میدن رو جمع میکنن، زکات را جمع میکنن، صدقات و خیرات رو جمع میکنن و اونها رو در مسیر صحیحش استفاده میکنن. فرمودن العامل علی الصدقه بالحق کالغازی فی سبیل الله حتی یرجع الی بیته، کسی که در مسیر جمع زکات و صدقات مردم هست، در مؤسسات اغاثی و کمک رسانی هست و صادق هست، با صداقت و اخلاص میره به اون صدقات مردم رو جمع میکنه و به مستحقانش میرسونه، این مثل یک مجاهدی هست که در راه خدا حرکت کرده تا وقتی که این در این مسیر هست در مسیر جهاد هست. و یه مورد دیگه هم که فضیلت مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که بیاد به این مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هدف از اومدن چه باشه؟ این باشه که یک چیزی رو یاد بگیره یا یک چیزی رو به کسی یاد بده، یعنی علم و دانش. هدفش یا دانش آموختن باشه یا دانش آموزانی داشته باشه که اونها رو علم و دانش یاد بده، یا یاد بگیره یا یاد بده. این فضای علمی رو در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده نگه داشتن و شعله ها و
مشعله های علم رو فروزان نگه داشتن، این باعث میشه که این فرد در واقع به مکانت و به منزلت مجاهد در راه خداست. اما اگر برای کسب علم و یا آموختن علم به کسی یا آموزاندن علم به کسی دیگه ای نرفتی، در واقع رفتی برای تماشا. این حکایتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این فضیلتی است که پیامبر برای ما بیان میکند. پس از اجر مجاهد بسیار بسیار بالاست و ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما همچنین موارد رو یاد میدن که ما میتونیم از این موارد اجر و پاداش بسیاری رو به دست بیاریم، اجر و پاداشی در سطح اجر و پاداش مجاهد، اما مکانت و منزلت مجاهد همچنان میمونه سر جای خودش و از خداوند متعال خواهانیم که به ما توفیق بده که در راه خداوند متعال جهاد بکنیم، جهاد با جانمون و جهاد با مالمون و جهاد با زبانمون و جهاد با همه مواردی که میشه به جامعه خدمت کرد و به بینوایان رسید. و اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.